درود و سپاس عزیزان من. ناگفته هاست و در این برنامه شما می‌دونید که فقط ناگفته ها را میگویند. تقریبا چند ماه پیش، نمیدونم سالی گذشته بود، سال 2019 بود، با سروینوز زنگ زدم. با سروینوز گفتم که بیا به برنامه ناگفته ها. گفت که مشکل دارم نمیتوانم، مشکلی هم که پشت سر شد بعد میآیم. چند ماه گذشت. در امتداد این 7-8 ماه چندین بار تماس گرفتم و هنوز هم سروینوز میگفت که مشکل دارم. باری پرسیدم که مشکل چی است؟ گفت مادرم مریض است. و واقعا من پیش این حقیقت تسلیم شدم و گفتم که مادامی که مادر مریض باشد دیگر انسان را نه شادی میفارد، حتی صدای بلبل خوش نمیآید به انسان. برای همین امروز با وجود این همه مشکلات سروینوز را دعوت کردیم و سروینوز با همه مشکلی های روزگار و مریضی مادرش نگاه نکرده با برنامه ناگفته ها حاضر شد که این هم باشد احترام نسبت به شماست تماشابینان عزیز، این هم باشد ارجگذاری پیش شماست تماشابینان عزیز. مادر سروینوز مریض است، سخت مریض است. البته ما نمیتوانیم بگوییم که مادران ما تا ابد زنده بمانند، این طور نمی شود. این یک افسانه، یک خیالات بسیار سردرگم و از حقیقت دور انسان هاست که میگویند مادرها همیشه جاویدانه زنده بمانند. نه، مادرها میروند ولی طول این زندگی که با ما دارند، در کنار ما دارند، تمنای ما همین است که همیشه شاد باشند. من درود تهیه‌گران برنامه رو به شما میرسانم. سروینوز جان خوش آمدید. سلام بر شما. سلامت باشید. اولا میخواستم که سلام خویش رو به کلی هموطنان عزیز خویش، به کلی مخلصان و آن نفرانی که این لحظه ما رو تماشا میکنند و گوش میکنند، به همتون پیش از همه سلامتی آرزو مندم، زیرا که سلامتی در زندگی برای هر یک انسان در جای اول است. و تشکر به دوست عزیزم آرزو جان که در این برنامه های ناگفته هنرمندان رو تکلیف میکنند و کمی باشد هنرمند اما یک ناگفته های در دل خویش دارد میگوید و کمی باشد سبک میشود. بله، میدونید سروینوز انرژی و محبت مخلصان کمک میکنند که شما از این ورطه دشواری ها و مشکلی ها رها بگردید. و چون گفتیم مادرتان مریض است، راجع به این مریضی میخوام حرف بزنید. این چی مریضی است؟ راستی گپ، هنگامی که سال گذشته مادرم رو به خانه خداوند به حج روانه کردیم، خیلی خوب گذشت. مثلا زیارت کردند، خداوند قبول کند. بعدی که آمدند، بعد از یک ماه پس الکی بیمار شدند و کمتر یک راستی گپ فراموش خاطر شدند. بعدا بردیم به بیمارستان، گفتند که اینها سرطان جگر هستند. خیلی بسیار در اول قبول کردن دشوار بود. بعدا خیلی در بیمارستان کمی مثلا یک کمی معالجه کردیم و بعد من انمان یک به طرف هندوستان جواب انمان پاسخی انمان تشخیصش رو روانه ساختم که از آنجا دوستا و نفرانی بودند که به من دارو رو روان کردن، داروی لازمی رو، و الکی خیلی خوب خود را حس میکرد. و هنگامی که 3 ماه باید که این دارو رو استعمال میکرد، ما خواستیم که بار دیگر تشخیص کنیم که ببینیم که چگونه بهبودی هست. الکی دیدیم که کمتر باز دیگر جای شکایت میکرد. بعد خیلی بردیم به بیمارستان برای تشخیص که گفتند که باز یک بیماری دیگر او رو همراه شده است، سرطان روده، که او تا حال خود نمیداند که بیمار است. و سرطان جگر آن قدر هم غیر آزرده نمی کند. بیشتر همین سرطان روده بسیار مادرم را اذیت میکند. که یعنی این برنامه در یوتیوب نشر میشود، مادر شما دسترسی ندارد بود؟ نه، مادرم تماما نمیفهمد، نمیداند، زیرا که او حتی با تلفن سر و کار ندارد. راست که مادرم از اول تلفن میخریدم یا که ذوق نداشت. خیش و تبارها میآیند، مثلا چی میگوید؟
نمیخوام که گپ زنم. نمیپرسد که این چی درد است؟ میگوید خودش میگن که من طول 1 سال میشود که در جوگه هستم، این چی درد است که من مثلا طبابت نمیابم. من میگم که اوچه جان خیلی این مثلا این بیماریتون یک زخمی هست که مثلا در جای نمی هست روده، این کمتر یک مشکل تر است مثلا، لیکن سوز میشوی خیلی چیزی از دست من میآید، همش میکنه مثلا به خواست خداوند. در اول بسیار یک دشوارتر بود، لیکن بسیار که همین روانشناسایی که گوش کردم و مثلا کمی در یوتیوب همین روانشناسایی بسیار گوش میکردم که انسان باید که به تقدیرش تن دهد و پیش از این ما باید که به خود قبول سازیم که ما تا ابد نیستیم در این دنیا و ما هم امانت از خداوندیم و بازگشت ما نیز به سوی خداوند است. به همون خاطر کمی باشد همیشه خودم را آرام میکنم، لیکن اما سخت‌ترین از چیزی است که وقتی که او درد میکشد شبی دراز ناله میکند، گریه میکند. از دستی ما هیچی نمیبیند. روز دیگه از روزی که مادرم بیمار شده است الکی من حرارت سنجی رو آموختم. یاد گرفتم. بله، انمون طرزی چگونه مثلا اوکول کردن و مثلا همین سوزاندارو گذرانی و همین یک نگاه و بین و همین چیزای الکی یاد گرفتم. او بیشتر وقت خطیبا در خانه من همراه من است. میگوید که وقتی که تو همراه من باشه دل من پر است. نمیدونم یا که من خیلی فرزند همش فرزند است و من 3 برادر دارم، یک اپا موهایو، لیکن نمیدونم میگوید که وقتی که تو باشی، بله وقتی که تو باشی میگه دلم بسیار پرتر است، نازم میبرداری و برای منم یک دعاش این الکی خودش یک دولت است که شب و روز فقط یک دعا دارد زیر لب. خدا خاک گیری زر گردد، خدا هیچ وقت کمبودی نبینی، خدا بالای سری فرزندکات باشی. تو نمیبودی من چیکار میکردم؟ میگم نه چه جان این من سبب شدم، اگر من نمیبودم شاید یک فرزند دیگر میشد. میگه نمیدونم شاید که تو نمیبودی سبزه خاکی من تو یک وجب شده بود، این خط مرا نگاه و بین میکنی کجاها نمیبری. و تمام مشکلی ها یک طرف و مشکلی که عین حال دارم این بیماری مادرم این تماما یک طرف. زیرا که باور کنید وقتی که مادرم در همون خانه خودش که زندگی میکنن من قریب هر روز میروم در شهر وحدت. بله هر روز میروم و زمانی که مادرم الکی هفته ها با من باشد من باور کنید باری هم به هم طرف نمیروم و فهمیدم میشود که این همش مهر و محبت همین پدر و مادر است که شما رو با همون خانه‌ای که کودکیتان اونجا گذشت میکشند. بله مادر من بسیار زحمت کشیده است، بسیار عذاب کشیده است در زندگی که تا ما رو همین صاحب یک معلومات و صاحب یک پارا نام کند، لیکن امروز الکی باید که وای از بودتی ما از کار و فعالیت ما الکی یک راحت بیند، لیکن در بستر است بیمار. سروینوس جان در سروینوس جان در اکثر موارد گرفتاران بیماری سرطان رو با خیمیوتراپی معالجه میکنند، شما نکردید؟ راستی ما وقتی که رفتیم به بیمارستان گفتن که 1 دقیقه اشک‌هایتان رو پاک کنید. عذر تماشاگران عزیز. طبابت خیمیوتراپی نکردید؟ اگر که گفتن که در سرطان در یک جوش میشد شاید که میشد در 2 جو. بله در 2 عضو است. بعداً دکتر چی میگوید؟ مثلا دکتر برای جراحی توصیه جراحی رو داد یا نه؟ آنها گفتند که جراحی فقط میشود که انمون مثلا روده رو از پره انمون عضو انسان میبروریم و یک عمر همیشه میگردد. راستی مادرم راضی نشد، گفت که من جراحی نمیخوام. دیگه چرا نیست
فقط توکل به خداوند. رنج میکشد زیاد شبها بعضن دردش رو چگونه بعضن سوزانداروهایی هستند که در انمان داروخانه ها آن رو دسترس کردن نمیشود. تنها دکتران توصیه میدهند و از آنجا اجازت نامه میدهند که علاقه سوزانداروهای مورفین استفاده برید. مورفین بله دیگر نمیشه دیگر برای کند کردن درد. بله کند میشود با مورفین درد میشود یکم ساعت میشود که میگوید که اقلا خوب روم شب ها ساعت 2 شب میبید بالای سری من بچه جان من سوزاندارو گذران میبینم احوالش فقط گریه میکند. بعضی شبایی هست که مثلا من معرکه ها یکم جا بیام مانده شدگی باشم میگم که اوچه جان این شب درد نکشیدی خوب بودی؟ میگه درد کشیدم ماندگی تیا دیدم دلم نشد که تیا بیدار کنم دیگه خانه رفتم گریه کردم. مادر بینه چقدر وی است بخشش میپرسد از من که خیلی میبخشی من دردی سر چیدم میگم نگو چه جان این وظیفه من است این قرض هر یک فرزندی به ناموس است که خدمت پدر و مادر کنه. نگو میگم میگه خودم ایزا میکشم از خودم شرم میکنم که دیگه بگم که ما به سوزاندارو خریده بیار یا که این خیلی بیار. من میگویم که تا جان دارم تا قوه در بدن دارم من میکنم برای چم زیرا که و این همش غنیمته. پدر چی؟ من هنگامی 3 ساله بودم از پدر جدا شدم. مادرم 4 فرزند رو بی پدر تربیت کرده است. بی پدر بسیار رنج کشید. پدرم از ما رفت. خیلی زنگ گرفت دیگر راست دیگه نمیدونم بین و چی بود لیکن من فکر میکنم که اینکه پدرم یا که مادرم در زندگی گناهکار بود ما گناه نداشتیم ما رو باید نمیپرتافت لیکن هم ما رو بر دوش مادرم پرتافته رفت. برادرها و خواهرهای ناتنی دارید از بعداً همسر دومی پدرت؟ از همسر دومی مادرم از پدرم هست نه رفت آمد نداریم زیرا که مهر در چشم است لیکن پدرم علاقه چند سال است که پیدا شده است ما رو سراغ میکند لیکن همچون یک فرزند من باور کنید حرمتش میکنم. یعنی یکم وقت میاد سراغ مهر نیست یکم وقت میاد سراغ ما همین تو چی اندازه است من احترامش میکنم. اگر که یک ذره خدمت باشد من میکنم زیرا که سوال و جوابش خودش میتید من همون یک قرض فرزندی من میکنم. بله لیکن بعدا مادری من شوهر کرد طولی 30 سال شد علاقه من یک دخترچه دیگر دارم از پدراندر. بله یک دخترچه دیگر داریم یکی ما یک دیگر جدا نمیکنیم. پدراندر با شما زندگی میکند هنوز؟ بله همراه ما هستند. خیلی از 3 سالگی علاقه کلان کردند. مهر دارید با پدراندر؟ البته که دارم زیرا که سال گذشته هنگامی که مادرم را به حج به خانه خداوند راهسپار کردیم البته که من نمیخواستم که مثلا که پدراندری من گوید که مثلا من بیگانه بودم یا که خودش کمتر رنج کشد از ما یا که یک خفه شود من اونم همراهش روان کردم. یعنی پدراندر رو نیز به خانه خدا روان کردم. زیارت خانه خدا بله روان بله همراه مادر. بله اونا از من راضی اند. همیشه خدا همینش به خدا بشکر. حالا با پدر رابطه برقرار شد با پدر خودتون؟ بله رابطه دارم. پدراندر چگونه بها میدهد این را؟ رشک نمیکند مثلا؟ راست دیگه من کار میکنم که یگام تاش نفهمن خفه نشون. این تنها یک اون چیزی نگفته های هست که امروز در برنامه شما من گفته هستم این همش در درون دل من است. سربینوز جان تماشابینا نمیدونند ولی من میدونم شما میدونید دوستانمون میدونند یک چند سال پیش اینقدر با هم بودیم اینقدر رفاقت و دوستی داشتیم. بله. یادتون هست؟ بله. ثبت کلیپ ها ثبت برنامه ها یادتون هست؟ بله. از دستورخانه هم نان و نمک میخوریم. البته من باور کنم شما رو احترامی زیاد میکنم به خاطر چی که نوابسته از ساحه ما بیرون از ساحه یک دوست یک برادر و خواهر یک بسیار صمیمی بودیم که
تنها میتوانستیم که یک درد دل خویش رو با هم گوییم. من برای چی این حرف رو گفتم؟ با اون خاطر که در اویله شما من همیشه مشاهده کردم بین پسرها و دخترها شما چند نفری که باشید. مهیا رو حتی میشناسم. سلام مهیا جان، موفق باشی الهی. مشاهده کردم بین همه شما بسیار بیدار و هوشیار و با چسب و تلاش و پر از انرژی هستید. یعنی در میان همه خانواده، اهل خانواده شما مثل یک راهنما هستید. این رو من از ابتدا مشاهده کرده بودم و بارها به سرویناز گفته بودم که در یک عائله باید یک نفری سالار رو سر کرده باشد و دیگرها باید به دنبالش بروند. حالا که این مشکلی ها پیش آمدند، برادرها، خواهرها متحد شدید برای مثلا دستگیری مادر، برای دلبرداری مادر، یک جای هستید؟ راست دیگه بخیر، هر یک از مشکلی زندگی خودش دارد. من هیچگاه همیشه که نمیگم که برای اوچم مثلا برای مادرم یگام کس یگام کاری باشد خدمت هر کی میکند برای خودش میکند، برای آینده خودش، برای آخرت خودش میکند. من راست دیگه نمیگذارم که مادرم یگام کمبودی را احساس کند و حتی به آنها هم نمیرسیم که یگام خدمت از آنها پرسیم. همین به ما مهم همین زندگی خودشان خوب باشن، این مجبوری نیست. بعدن خیلی مهیبانو رو میدونید، خیلی بسیار یک دختر ملایم است. خیلی البته که وای هم هست، میبیاید خانه، مثلا من روزایی که میبرم مرکه میرم مهیا جان نگاه میکند اوچمه، لیکن حتما بسیار وقت در خانه با مادرم وقتی خود را. چون که برادرهایتان علاقه اویله برپا کردند میدونم. خیلی اگر که خانه خودش روند خیلی البته که همون یک احترام حرمت میکنند، لیکن بسیار وقتا بسیار روزای مادرم با منه همراه من در حولی مادر کی زندگی میکند حالا؟ کلین ها، هر سه کلین ها، ولی همش از پای زندگی خود شدن، فرزنددار شدن. بله خدا بشکر. مادر میدونید چی خیلی است، وقتی که فرزندها میگویند که بعضی فرزندهایی هستند که میگویند که مادرم من بیشتر دوست می‌دارد، یا اینکه میگوید که مادرم تو رو از من بیشتر دوست می‌دارد. نه، من همین قشر درک کردم که برای مادر فرزند بیمار هم فرزند است. فرزندی که بدم باشد برای فرزند است. فرزندی که در غریب هم باشد برای فرزند است. مادر هیچ گونه جدا نمی‌کند. حتی که در خانه ما خواب می‌شود میگوید که آنها چی کار میکنن، آنها چی خورده ایستادن، یک از احوالشون خبر بگیر، یک پرس اونا چی کار کردیستین. میگم اوچه جان فقط فکر خودت تکن، فقط آه میکشد فرزندان چی باشه، چی خوردن این شب روز و چی درد داشته باشن. یعنی با وجود اون که خودشون مریضند باز غم دیگران رو میخورن. بله، بعضی وقت یک روز پنیر گوشتی در خانه پخته بودن، من در معرکه بودم، نیست پیش شب آمدم، باور کنید با همین تنه پردردش انتظار می شود مرا، می بیام خودش در آبی میکنه، می درم میگوید بچه جان در دهنی تیرزه من تو پنیر مونده. میگوید که وای، گفتم میخورند ویا، من یک دو تا پنیر اول جدا کردم موندم که دختری من میبیه گیشنه سیر است. هیچ کس آن چیزی که مادر میگوید، آن چیزی که مادر برای فرزند میکند، یگام انسان، نه همسر، نه برادر، نه خواهر، نه دوست نمیکند. مادر دیگر است، یکی سوزشش هم دیگر است. من نمیدونم اکو قسمت اکو چی میشود، یکی پر عذاب میکشد. باور کنید حتی میگه که من مردنم در روزی از این عذاب کشیدم. میگه خداوند جانی مرا گیرد. میگه من دیگه طاقت این درد ندارم. میگم او چه جان صبور باشید، خداوند انسان را دوست میدارد، درد میتید با واسطه همین دردها شاید که همون خطایی‌هایی که کرده باشیم شاید که اونها رو از ما دور سازد. ذکر میکند، شکر گزاری میکند، لیکن به هر حال پر صبر بده. او چه جانی ما که یک سال این درد رو همشه کشیده است. انا این گناه آرزو جان. سرویناز جان، دخترچه‌تان تقریبا 4-5 ساله بود، هوشیار و زیبا با کودک‌های من بازی میکرد زمانی، یادتان هست؟ بله، الان دخترچه من 14 ساله، با سن 14 ساله در آمده است. بسیار یک دخترکی خوب، بسیار یک دخترکی با سواد، خداوند توفیق دهد. بسیار یک گپ درو، خدا بشکر.
باز فرزند دوم رو تولد کرد. بله یک پسرچه دیگه دارم با نام ابوبکر جان که در سن 6.5 سالگی قرار دارد. این سال نصیب باشد و مکتب می رود. عمر رو بینید چقدر زود میگذرد. فقط نیکی انسان میماند. سرنوش جان خیلی میخواستم که صدایت رو بشنوم و خواهش بکنم که چیزی برای ما بی‌سرایه، اما خواهش نمیکنم چون که دردت رو حس میکنم خواهر نازنینم. اینه که من خودم بی‌سرایم برای چه جانم. اما سروده که بسیار دلم دعوی از استاد شادروان ظفر نازیم است. یک سرود دارد خیلی شما مرا همراهی میکنید. میگه که ای آچه جان جانکم بر تو فدا، روز و شب و ساعت بر لبت نام خدا. ای آچه جان جانکم بر تو فدا، روز و شب و ساعت بر لبت نام خدا. کاش که نمیگشتم ای آچه جدای، یک دولت یا چه داری بر شاه و گدا. کاش که نمیگشتم ای آچه جدای، یک دولت یا چه داری بر شاه و گدا. یک دولت یا چه داری بر شاه و گدا. احسن سرنوش جان. از زندگانیتان آگاهم، از روزگارتان آگاهم و میدونم که برای مادر خدمت‌های زیادی کردید و از همه مهم همین است. از همه بدتر میدونید چی است دوستان عزیز؟ از همه بدتر این است که پدر و مادر رو از دست بدهی و در این میانه خود را خجالت زده و گناهکار حس کنی که کار نکردی، خدمت نکردی، خوبی رو انجام ندادی برای نجات جان پدر، برای نجات جان مادر، برای آسوده حالی والدین. این است از همه بدتر. یعنی با این بار گران جرم که کاری رو برای پدر و مادر انجام نداده اگر زندگی بکنی، این است وحشت، این است سختی، این است دهشت. برای همین پدرها رو دوست بدارید، مادرها رو دوست بدارید به قدرشان. آرزو جان، بعضی انسان ها رو میدونم، میشناسم. شاید که این زمان همه خیگونه نفرها ما رو اگر تماشا کرده ایستاده باشند، الکی شاید که یک درس به آنها شود که وقتی که صاحب زن و فرزند میشوند، الکی مادر رو فراموش میسازند. به دعای مادر ما به جای نمیرسیم. و هر زمانی که یک مشکلی مرا رخ میدهد، من ناامید نیستم. میگم که من دعای مادر و پدر گرفتم، انشالله به مقصود میرسم. مادر نمیابین، زن و فرزند یافت میشد. چگونه که وقتی که از حیات میروی، دوستانت برای تو کمی باشد زیغ میشوند. خیش و تبارک شاید که یک 40 روز غمت را میخورند. حتی حدیث هم از در این باره و صدای میآید به گوش جوان. این حدیث رو شاید شما هم میدونید، میگوید که صدای میآید برای جوان که به گوش جوان که این ناله کیست بعد از مرگش. میگوید که این ناله انمون خیش و تبار و دوستان و برادرانت است که بعد از 40 روز خاموش میشوند. کمی میرود و میگوید که جوان بگو که میخوایی که به بهشت روی یا اینکه در همین دنیا مانی؟ میگن نه، میخوام که بهترش به بهشت روم در همین جوانی. بعدن وقتی که اثر میرود همین گونه در راه که میگوید که این صدای کیست؟ این صدای انمو زن و فرزندت است که بعد از 1 سال 2 سال تو رو فراموش میسازند و باز یک همسر دیگر میکند و کمی دیگر میروند و باز یک صدای بسیار، یک صدای یک بلند دیگر رو میشنود. این صدای کیست؟ این صدای مادرت است که تا قیامت برای تو میسوزد، تا ابد، تا جان در بدن دارد. میگد ایستید، من نمیخواهم مردن، زیرا نمیخواهم که مادرم تا روزی هست برای من میسوزد. من نمیخواهم. ببینید که چقدر مادر یک بهترین، بزرگترین شخص است. او فرشته هست اما خود نمیداند. اما بسیاری فرزندها هستند که
نمیدانند که او فرشته است. بعد از مرگ انگشت پشیمانی میگذد، دیگر سودی ندارد. میگوید که پشیمانی ندارد سود، به کار دل به فریادت، به دست خیش تو رو از دست دادم. من کوشش میکنم که تبم رو بریده بگیرم تا مادر سرویناز غمگین نشود و فقط این رو میگویم: مادر سرویناز، سپاس بر شما، آفرین بر شما با این دختری به ننگ و ناموسی که شما تربیت کردید. واقعا دختری شما انسان نجیب است. آفرین بر شما با این دختر نازنین، با این فرزندان زیبا. من فقط از خانواده شما، از فرزندان شما مهیا و سرویناز رو میشناسم. بسیار دختران خوبند. سپاس بر شما. انا همین قسمی برنامه رو میخوام به مادر نازنین نشان بدهید. لیکن آرزو جان، شما برای من چند وقت پیش وقتی هم صحبت شدیم گفتم که برای من یک شعر بنویسید که تا که درد مادری من باشد که من انمون درد رو مثلا با یک آهنگ جرم سازم و بسرایم. حتما من وعده میدهم در نزد همه مخلصان عزیز، وعده میدهم که این ترانه رو حتما ما انشا میکنیم در وصف مادر سرویناز و در وصف همه مادرهای عزیز و نازنین. این ترانه زیبا رو انشا میکنیم و با صدای دلانگیز سرویناز بعدها این سرود رو شما خواهید شنید. همینجا عزیزان دل خداحافظی میکنیم، با خاطر رسان میکنیم که برنامه ما تهیه میگردد با مرکزی مبل خانه من مغازه یوسک. مرحمت بیاید از اینجا تجهیزات خیلی زیبا و لطیفت را خریداری نمایید. همینجا خداحافظی میکنیم، با مادرهای عزیز عمر زیبا و با برکت و تنی صحت تمنا میکنیم. خیر، خوش باشید. خوش آمدید سرویناز. خوش باشید.